در چند روز گذشته بیش از 500 نفر نامه PFL دریافت کردن. اگه شما هم این نامه رو گرفتید، چند نکته خیلی مهم است که باید بدونید. اول اینکه این موضوع فقط مربوط به سابقه سربازی در سپاه نیست. افرادی که سمت‌های بالای دولتی هم داشتن PFL دریافت کردن. نکته مهم دیگه این که صرفاً گفتن سربازی اجباری بوده دفاع کافی نیست. اینکه بدون کارت پایان خدمت نمیتونستید پاسپورت بگیرید، شغل دولتی داشته باشید یا ممکن بود با مشکل مواجه بشید، به تنهایی اجبار به خدمت رو اثبات نمیکنه. همچنین دلایل بشردوستانه مثل خانواده، مدت زندگی در کانادا، شغل زندگی فعلیتون نباید استدلال اصلی پرونده باشه. حتی ممکنه اگه به عنوان دفاع اصلی مطرح بشه، نشونه ضعف پرونده تلقی بشه. در عوض روی این موضوع تمرکز کنید که آیا واقعا ممبرشیپ در مورد شما صدق میکنه یا نه. قراردادی امضا کردید، پرداختی داشتید، مصاحبه یا سوگند داشتید، شرح وظایفی به شما داده شده بود. این موارد خیلی مهمن. همچنین باید بین سرباز و پاسدار تفاوت قائل بشید. اگه سرباز بودید معمولا اختیار انتخاب یگان محل خدمت رو نداشتید. و در نهایت به جای داستانگویی تا جای ممکن بر اساس مدارک صحبت کنید، مثل کارت پایان خدمت، برگه معرفی، مرخصی، امریه و سایر اسناد مرتبط. اگر امکانش رو دارید یک افیدویت هم ارائه بدید بدون قضاوت و نتیجه گیری، فقط با بیان دقیق و عینی مشاهدات و اتفاقات. و مهمتر از همه، هر مدرکی یا مطلبی که فکر میکنید میتونه به پرونده کمک کنه ارائه بدید، چون این فرصت بسیار مهمیه. اگه نتونید افسر رو قانع کنید، ممکنه با بالاترین سطح اتهام مرتبط با تروریسم مواجه بشید که تبعاتش فقط برای شخص اصلی نیست و میتونه روی اعضای خانواده هم اثر بذاره. حتی طلاق سوری هم مشکل رو حل نمیکنه. در کشورهای مختلف هم تبعات خواهد داشت. پس به هیچ وجه به تنهایی به این نامه پاسخ ندید و صرفاً به توصیه اطرافیان یا حتی AI تکیه نکنید. حتی مشاوره حقوقی تخصصی بگیرید. اگه سوالی دارید در کامنت ها بپرسید، پاسخگو هستیم.